داریم در برابر همی هجوم؟ در برابر همی هجوم ما چی داریم که ما نمیاد تسلیم شویم یا که میگیم نه ما بسیار پتانسیلی بزرگی داریم؟ من 6 چیز رو نام میبرم، بینید اینا رو یک تاش شرح میتیم. یکم، فرهنگ بزرگ ملی. این فرهنگ بزرگ ملی ما اینا شرح میتیم که یکی از بزرگترین عامل ها در ضد روند است. دوم، تفکر علمی و معاصر، سواد بلند جامعه. این رسالت ما و شما آموزگاران اهل معارف، زیرا نیمی از همین کارا به سبب بیسوادی جامعه شده است. همون شما یک از در فالبین گذارید، همون یک طبیبی بوده است، هر وقت از پیش قبرستان میگذشت او باید زاکانی میورد. یکی طبیبی از نزد گورستان میگذشت، روش از گورستان میگردن، بگفته چی رو تا اوسو کرده میگذاره؟ میگفته همه یمی ای دست من مردگی است. بنابراین شما آموزگارا و معارفچا از پیش در یگو فالبین گذاره که نوبت استاده است، گویا همه یمی ای دست من همیجا آمده است. یعنی این تعلیم و تربیه من اثر نکرد که او آمده است اینجا نوبت استاده است. باید پشت دری همه نوبت میستود. من اینجا 11 سال درس دادم، 5 سال در دانشگاه خوانندم، ولی این آمده است پشت دری فالبین. انا برای مثل همون طبیب روی اوسو کرده در دل که همه ها از دستی کاری ناشایسته ما آمده. بنابراین ما مسئولیم که تفکری علمی جامعه، جهانبینی معاصر مردم در چه حال است، ایده کی جواب میتید؟ همین آموزگار، همین معلم. بنابراین همیشه آموزگار نجات دهنده جامعه بود. من باور دارم این دفعه هم من حرکتی که در اطراف همین سخنرانی پیشوای ملت شروع شد، یک بار دیگر آموزگاران، معلمان، ما 140,000 نفر معلم داریم. حاضر 139,000 نفر معلم است. همین 139,000 نفر یک آرمیا، یک ارتشی بزرگی زیایی و روشنفکر و اهل فرهنگ و کسایی است که ارزش‌های ملی را گرامی می‌داره. این قشر من باور دارم که بار دیگر نجات میده. و همین که رئیس ولایت چند ملاقات خط زده نوشتن که حتما با اهل معارف به طور علایده همین موضوع را گذران، این نشانه باوری است که همینا نجات میتیند، همینا بار دیگر میتونن ملت به راه برند. بنابراین این دوم بود، این تفکر علمی. سوم، نظام دولتداری دنیوی، چیزی مکانیزمی که اجازت نمیدهد خرافات افراد غلبه کند، به فضای سیاسی بیاید. این بسیار مهم است، این شرحش نمیتونیم گفته، ولی من میگم که یک سامانه هست در همین اینترنت با نام rahnamo.com. سامانه همه این نوارو و سخنها و مقاله های من در اونجا هست. درباره همین دولت دنیوی چرا لازم است، چه اهمیت دارد، چه خیلی ما را از خرافات نجات میتید، مقاله است، سخنرانی است. اگر امور را بینید اونجا معلومات مفصل است. چهارم، مذهب حنفی. پیشوای ملت گفتن که مذهب نیاگان ما مذهب حنفی یکی از عامل‌های مؤثری مقاومت در برابر همین خطرها است. چرا خیلی گفتن؟ این انشالله من خواهش میکنم این همی بیگه ساعت 6 اگر از روی ما بیزار نشده باشه، ساعت 6 یک برنامه پخش مستقیم من با دامولا حاجی حسین موسی‌زاده هست، اعلان شده است در تلویزیون صبح یا در اینترنت. همون را بینید ما چرا مذهب حنفی لازم است و دیگر جنبه‌های همین مسئله را در اونجا میگوییم. خب، پنجم، تکمیل نظام اداری و ایدئولوژی که را پیشوای ملت تاکید کردن. ششم، مبارزه قدرتی و قانونی بر ضد این پدیده ها. ما مسئله فرهنگی دیگر میگیم، ولی همون مبارزه جدی حقوقی و قانونی باید ادامه یابد. من گفتم اونا رحم ندارن، اونا بازی ندارن، پس با اونا فقط با فرهنگ نه، هم با فرهنگ هم با بازوی قدرت مقاومت میکنن. خب از بین همین 6 تا همین فرهنگ ملی ده
یک چند سخن میگیم که چرا فرهنگ ملی ما میگیم عامل مقاومت است، چون که ما هم از نظری بزرگی تاریخی سابقه تاریخی از این افراطگرایی ها بسیار بالاتر میستیم، هم از نظری سهممان در تمدن اسلامی از کدام نظری گیری ما برتر هستیم. چرا باید پیش اونا سرخم کنیم؟ بنابراین اگر یک تاجیک صاحبی امی تمدن باشه، احساس کنه که من فرزندی امی تمدن بزرگ، من نوروز اختراع کردم، من گردش ماه و ستاره و آسمان ها رو کشف کردم، من از رودکی و فردوسی و سینا و سعدی و حافظ و کمال درس گرفتم. این از نظر ملی. از نظر دینی ما میگیم که ما امام بخاری و امام ابو حنیفه و امام ترمذی و امام طبری رو به بشر دادیم. ما این اسلام رو با علم و تمدن تبدیل کردیم. ولی یک کسی که از اینترنت یک حدیث عروسی را خوانده است میاد فرزند ما را که یاد میده که اسلام چیست. اون که آخه تو در با کی سر و کار داری؟ با ملتی که او مثلا تاریخ رو تمدن رو آفریده است، استاد بشر است، با ملتی که او اسلام رو به همه یاد داده است، به همه ملت های اطراف همش به واسطه تاجیک مسلمان شدند. بنابراین اکنون ما امروز آمدیم از یک SMS سبق میگیرد بر فرزند ما رود به این گروه. بنابراین همین تفکر و تمدن تاجیکی این نجات ما در برابر امی هجوم است و فرمولایی که ما را نجات میده در این مسئله این است که ما باید توازنی حیاتی ملی رو حفظ کنیم یا تامین کنیم. همین عباره را هم اگر لطف کنید در یادتون گیره بینید، توازن، بالانس، توازنی حیاتی ملی. چخیل؟ یعنی اگر حالت تأمین شود که ارزش‌های ملی ما، منفعت‌های ملی ما، همون افتخارهای ملی ما در این جامعه اولویت داشته باشد، حکومت کند، این کشور، این دولت حفظ میشه. ولی اگر حالت رو ما راه دهیم که ارزش‌های بیگانه، تفکر بیگانه، افتخارات‌های بیگانه با ارزش‌های ملی ما غلبه کند، نه تنها این ملت، این دولت هم از بین میرد. من ببینید همین مثالی که اومد با تنتنه گفت که این نام تاجیکی را خط میزنم، با بچم نام عربی میگذارم در نمایش. اگر فرض کردیم همین 1,000,000 نفر همی کار کنه، شما دانید که قدم بعدی این دولت تمام از بین میرد. یعنی ما باید حالتی که ارزش‌های ملی حکومت میکند، برتریت دارد، معین کننده است، تامین کنیم. اینجا تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است، از کسی نمیتوند بیاد که نوروز حرام است، جمشید کفر است یا ایرج ماندن مجوسی است. حق نداره، چون اینجا دولت محیط همین ملت است. بنابراین در اینجا باید ارزش‌های ملی ما حکومت کنه. این شما بینید. ولی ما بسیار ساده شده که بینیم روسا تمام قانوناشون ده، تمام برآمداشون ده تاکید میکنن که همین مهاجر را چرا دوست نمیدارن، چرا او را خارج میکنن. میگه که با ارزش‌های فرهنگی روسیه احترام نگذاشت. اون نمیمونه که روی در اونجا با آیین‌نامه خودت. بعد ما هم میگیم که اینجا تاجیکستان است، اگر همینجا هستی، همینجا زندگی میکنی، اینجا ارزش‌های ملی همین ملت حکومت میکنه، زبانش، تاریخش، ارزشش، نام‌های ملیش، جشن و آیین‌اش همش در اینجا مقدس است. اینجا جایی نیست که تو بیایی گویی که نوروز حرام است، این ممکن نیست، این ممکن نیست. انا برای همین باید محیط ملی غلبه کند و در این حالت دولت حفظ میشه. برای که همین مثال رو در همین ذهن داشته باشیم، البته استادا میدونن، در همین سخنرانی هم پیشوای ملت بسیار نازو کرده گفتن، همین فروپاشی یا از بین رفتن دولت سامانیان رو پیش رو بیارید.
چی خیلی از بین رفت دولت سامانه. اینجا گفتن که 124 سال ادامه کرد ولی دولت ملی ما شکست خورد. چی شکست خورد؟ اینا کتابو منبعه بینید. امیر آخرین سامانی کی بود؟ امیر منتصر سامانی که دوباره آمد میخواست حکومت برقرار کند. وقتی بخارا را دوباره گرفت حکومت سامانی را میتونست برقرار کند، مراجعت کرد به داملوها. وقتی دید که بخارا را محاصره کردند، قراخانی ها الخانی ها از صحرا هجوم کردند، او دقیق کرد که بخارا را میگیرند، دولت شکست میخورد. داملوهای عزیز جمع کرد، گفت که حضرت ها دولت ملی از دست میرد، این شهر محاصره کردین، قوه ارتش نمیرسد، مردم رو خیزانید، مردم رو به جهاد خیزانید. روز جمعه پگاه در مسجد برآمد کنه بگه که خلق برای دفاع دولت ملی خیز. بعد داملو گفتن یک روز وقتی اینا یا دو آدم روان کردن بین لشکر دشمن قراخانی ها کنیبینکیان و اومدن. بعد پگاه پیش امیر رفتن، گفتن که حضرت امیر جهاد نمیشد، ممکن نیست، ما نمیخیزیم. چرا؟ گفت که اونا مسلمان بودین، همون دشمن هم لا اله الا الله میگفته است، مسلمان بوده است. اگر وای گیره خیلی ما بودیم امامای سامانی، میشیم امامای قراخانی. فرقش چی؟ انا همینجا لحظه ای که تفکر دینی بر تفکر ملی غلبه کرد، لحظه ای که تفکر ملی شکست خورده است. انا همین کار اگر امیروز تصور کنید، فرزند داملوها جامعه ما هم خیلی خلاصه بیاد که خیلی مهم نیست، ملت دولت ملی همه مسلمان بیا، یا کسی میاد یا که طالبان هجوم کند از افغانستان. اگر میگیم که مردم خیز طالبان هجوم کرده است وطن رو دفاع کنید، خیلی داملوهای عزیز گویان یا مردم گویان که فرقش چی؟ اونا مسلمان، اما طالبان لا اله الا الله میگه. اگر اومد خیلی ما میشیم امامای طالبا، ما میشیم معلمه های طالبا. خیلی نمیشد. انا برای همین اگر بی‌طرفی کنیم امیروز میشود. از امیرو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اینجا یک عباره بسیار رمزی استفاده کردن که من پیش از همه تاجیکم، بعد مسلمان است، کمونیست است، سوسیالیست است، دموکرات است، چیزی است، پیش از همه تاجیک. یعنی من از پیش از همه تاجیکم، یعنی در من اول ارزش های تاجیکی کار میکند، اول منفعت های ملت تاجیک کار میکند، منفعت های دولت در نظر میگیرم، بعد چیزهای دیگه. خیلی مسلمانیم، او برادرای همسایه مسلمان باشه، ما هم چه دو دولت هم زیستی میکنیم، لیکن او بیاید دولت ما را گیرد، میگیم خیلی هم لا اله الا الله و مسلمان است. این شکست دولت داری ملی میشد. خب همینجاش فهموست. بنابراین معلمه های عزیز، اکثر بینید معلمه ها مراجعه من چی است که ما در جمهوری، این حساب شخصی خودم کتی، بیش از 300,000 نفر زیایی داریم. 300,000 نفر. شما میگه از کجا گرفته؟ اینه بینید فقط همین معلم حدود 140,000 نفر داره. معلم که همش تربیت دیده، تعلیم دیده، با سواد. ما حدودا 60,000 نفر کارمند ساحه علم داریم، در اکادمی و در دانشگاه و مکتب علمی و قریب 50,000 نفر اهل فرهنگ داریم. اینا کلوب ها، کتابخانه ها، وزارت فرهنگ، موزه ها، نمیدونم حافظا و تا رقاصا گیریم اهل فرهنگ. ما 12,000 نفر داملو داریم. داملوی زید دولت نه، یعنی داملوهای همین حنفی طرفدار جامعه، مثلا همین حاجی حسین موسی زاده سرکرده. یعنی ما 4,000 مسجد داریم، قریب 8,000 داملو در همین مسجد هستند. در این مسجد مرکزی اینجا از 10 تا زیاده است. خب 12,000 داملو، ما 20,000 این 19,500 خدمتچی دولتی غیر نظامی داریم در اداره ها، این در حکومت های محلی مرکزی. این همی خدمات چه اگنتی خدمت دولتی در همون گزارشی سالانش گفت که
نمیدونم 19800 نفر اینقدر خدمتچی دولتی داریم. خب انا که بینید فقط حزب خلقی دموکراتی ما بیش از 500,000 نفر اعضا دارد. خلاص 500,000 نفر. اگه من چی میگم؟ من تحلیل میکنم. ما مرکز تحلیلی داریم، کی چی میگوید، کی برآمد میکند، کی چی میگوید، گویا تحلیل میکنیم. من یک رقم میگم که شما انا که بینید وضعیت چیست. به حساب من حتی 1% اهل زیا در مبارزه با ضد انمی خطرها اشتراک نمیکنه، حتی 1%. چرا؟ اگر این فرضاً 300,000 نفر 1% میشه 3,000 نفر، 10% میشه 30,000 نفر. اگر تصور کنید که 10% اهل زیا به صحنه برآید با همخی گپ زدن و ارزش‌های ملی را دفاع کردن، میشه 30,000 نفر. او تروریست و اکستریمیست و خرافاتی و نمیدونم چی نامش گم میشه در بین 30,000 نفر فعال. لیکن ما روی خط میکنیم 50-60 نفر روی خط میکنیم. حتی 1% اهل زیا شرکت نمیکنه در حمایت دولت و ملت. همین یک مسئله بسیار بزرگ است. همین حالی ما یک سنجش داریم، اینمی افرادگرها و بعضی گروه هایی که نام میبرن ما اعضاش بر روی خط میدونیم. همون مثلا 450 کس هست، همین یک مقاله در حمایت دولت نویسی، همون 450 کسش حقارتش می نویسه همش. اما ما 400,000 نفر زیایی ممکن 10 کس نویسه که رحمت استاد، درست استاد. این شما همین ولایت ممکن چند هزار معلم است. چند هزار است؟ نه هزار فقط میانه تحصیلات میانه 30,000 بغیر از دانشگاه‌ها کالج‌ها. فرض کنیم 40,000 نفر معلم است میانه و بالا. اگر همین 1% شرکت کنه 400 نفر چهره مبارزی ضد تعصب و خرافات و افراط این ولایت سوخته است؟ نیست. 400 نفر نمیدونیم ما. اگر 10% بره 4,000 نفر میشد. بنابراین ما پتانسیل بسیار بزرگ داریم. فقط همین باید حرکت کند، همین باید درک کنه که خطر اومده استوده است. برای من میگم ای معلمه بی‌طرف، ای معلمی بی‌طرف، شما میگی که من معلم درسم داده استادم، به سیاست چیکار دارم، به دولت چیکار دارم؟ نه. اگر کار نداری یک روز درس دوستادی که در تق 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 میشه، میبینی که 2 تا ریشدار افطمتدار آمد، میگه معلمه زن کار کردنش حرام است، میری خونت میشینی اگر حالی به دور نآویزد. انا برای من هر یک معلمه منفیتی شخصی داره که با چی مبارزه کند، نه اینکه ما استراحت که دولت مبارزه میکنه. اگر ما بی‌طرفی کنیم، استادی دانشگاه درس داده 6 تا است، یک روز میبینم میگه فلسفه حرام است، این ادبیات حرام است، عرفان حرام است، درس تو حرام است، زبان حرام است، بخکم که دانشگاه تا مدرسه میکنی اجاره. اینا می در افغانستان شده میکار. کنی زنان افغانستان برای کوچه برآمدن گریه میکنن، برای مکتب، برای دانشگاه گریه میکنن. همین در یک لحظه از دستشون رفت، چون که فکر میکنن که اما دولت حمایت میکنه، ما چیکار داریم. بنابراین خلاصه ما چی است؟ خلاصه ما این است که ما 2 رسالت داریم. این آخرین جمله من میگه ما 2 مسئولیت داریم. یکم مسئولیتی کسبی، دوم مسئولیتی ملی شهروندی. مسئولیت کسبی چه است؟ یعنی ما اگر معلم، مدیر معارف، آموزگار، دکتری بهترین، معلم بهترین، مدیر بهترین باشیم، اما وظیفه خود اجرا میکنیم. این نام از روی همین است. این نامش میگیم که مسئولیتی کسبی. این همه کار شده، به همه شما تشکر. ولی در برابر این برای حفظ همین محیط،
برای حفظ دولت، برای حفظ ملت، برای حفظ این فرهنگ و تمدن، حداقل برای حفظ حقوقی همین فعالیت کسبی باید در برابر دولت و ملت و سرنوشت اونا مسئولیت داشته باشیم. همون نامش مسئولیت ملی یا شهروندی. اگر ملی معقول نباشه به وجه میگیم مسئولیت شهروندی که شما در این جامعه زندگی میکنیم، نان میخوریم، نفس میکشیم. اگر همین ثبات و آرامش نباشه، نه مکتب است، نه کار است، نه فعالیت است. بخصوص ساحه معارف که قریب 70% زنان هستند. افرادگرایی پیش از همه با زن دشمن است، با زن. برای من گاهی میگم که همین زنانی تاجیک اگر کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان یک جلدی بخملی شروع کرده دختر در تگ سرش مونده خوب روان میارزد، چون که در اموجه نوشته است که ماده 17 که زنان و مردم برابر حقوقند. اگر همون نباشه شما را در این زلها راه نمیتیند، طالبان همین مردم خودم راه نمیتیند. او در کنستیتوسیون، در قانون، در قرار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نوشته است که زن از نظر حقوقی با مرد برابر است، هیچ کس حقوق نداره حقوقش پامال کنه. بنابراین همین زنها همین قرار باید درک کنن که همین سیاست دولتی اگر نباشه وضعیت من خیلی خراب میشه. بنابراین خلاصه اون چی است؟ پس بین منفیت شخصی و منفیت دولتی، بین امنیت شخصی و امنیت دولتی در همین لحظه پیوستی بوسته است. همون گونه که شما فکر امنیت دولتی، منفیت دولتی اون چیزی ابسترکت نه. امنیت دولتی یعنی امنیت شما، امنیت دولتی امنیت فرزندان و خانواده شما، منفیت دولتی یعنی منفیت شما. اگر انمی گونه یک مدل فکری در بین ما غالب شود، هر یک ما با احساس مسئولیتی هم کسبی هم ملی در این مبارزه برای حفظ دولت و ملت اشتراک کنیم، من باور دارم که کسی دولت و ملت رو از ما گرفته نمیتواند. و همین ملاقات هم مراجعت بود، هم اظهار باوری که ما به شما رو آورده است دولت. ما را هم گفتن که به معارف چیایی را فهمانید، چون که همه امید دارن که ما از شما پرچم میشید، ملت نجات میدید. تشکر.